سلام دوستان عزیز، این هستم خوش آمدید به برنامه نوردی. دوستان عزیز، چون که در برنامه قبلی گفتیم آمادگی فرانسه آیید به سال نو میلادی 2024 در روز منوار گذاشته. ان شاء الله نصیب باشه شب شده است میریم طرف سنتر و ببینیم از طرف شب چی گونه است مرکز شهر. با ما باشید دوستان عزیز و کانال ما سابسکرایب کنید و گفتن همونم کانال ما را سابسکرایب کنید و کانال ما ابونه شوید و با دوستان خود بفرستید و زنگوله دویمی را برای همیشه فعال بسازید تا بیننده برنامه آینده ما نیز باشید. دیگه با خیر رفتیم یک جای تماشا میکنیم مرکز شهر تورنتو. دوستان عزیز، چنانچه گفتیم ما این از یک طرفی مرکز شهر داخل شدیم، میریم از کوچه میریم نصیب باشد مرکزی کپیتال. دوستان نگفتن همون چیز دیگر در یادم زد، امروز بچه دیمگیم زادروز داشته است دیگه. یک با چی میگم با یک تید فاختک یا که با یک چی دو بهانه دیگه عباره اونا میریم یکون توفه مفش هم میگیریم در مرکز و هم تا تماشا میکنیم عباره هم شما هم ببینید که مرکز چی گونه است. دوستان عزیز، سیرگشت شبانه ما در مرکز شهر تولوز ادامه دارد و ما هنوز هم در کپیتال نرسیدیم. مایده رفته هستیم طرف کپیتال و ایده طرف مغازین ها رو میبینین همه تا نیمی شب کار میکنن چون روزهای تعطیلی است، روزهای چی میگن روزهای جشنی است دیگه. مردم تا نیمی شب کار میکنن و تمامی مغازه های مرکز تا نیمی شب بازم کار میکنن. خب میریم دیگه طرف ها. ما هنوز هم نرسیدیم و رفته ایسیم همون طرف و عکس دیگه در یادم زد در شبهای رخصتی و که در شبهای عیدی در مرکز شهر یگان ترانسفر نمیگرده با غیر مترو اتوبوس ها دیگه. ماشین های مثلا شخصی چیزا معن است و بعضی آدم های خیلی موتورسیکل دارن یا که مپد اما میتونن که بگردن در غیر از اون دیگه همه محکمه و میریم طرفی سنتر. نصیب باشد این بچه دیمگی من زادروز داره امروز دیگه. دیگه بیز ویدیو بگیرم ایزا میکشم میگه نه در ازا نگیرم. این دختر جانی من. دوستانی عزیز، این ما هم رسیدیم در کپیتال و اینم سرشوی کپیتال های و مرکزی گفتی گپا سالی نوی ارچه ها مبین ده گرد چهار طرفش گریان گفتگی و ببینید چی ساختمانی مری یا که شهرداری را و چی چیزا آراده داشته است. همش چراغان است از مخصوص لازر در تنه دیوار چی شده. این طرف بریم اینجا این ماشین دیگه خداگیرش اینه خیلی زیبا هم است. دوستان عزیز، اینم از طرفی بالا میبینید اینجا دکان ها بودن دیگه بودن خیلی شب شده است اینجا یا بستکن. میبینید خیلی زیبا و دیدنی هم هست. شهرداری شهر تولوزی فرانسه. خب این طرف هم سبقک ها و فیگوره های سالی نوی میپوشن از خاص از خموشی از همه چیزایی که در تلویزیون زیاده دیگه. ببینید خیلی چیز زیبا ساخته شده است. خب با ما باشید دوستان، بریم دیگه طرف ها. این هم دوستان رستوران ها و کافه و نمیفهمم بوتیک هایی که از طرف شب کار میکنن و خوردنی بام دارن و ما میریم دیگه مرکز همه نمایشگاه
ببینیم که در این نمایشگاه چی چیزا هست. دوستان عزیز، این ما رسیدیم به مرکزی همو چیزی تولوز، سالی نوی تولوز و اینجا خیلی دکان‌های خوردنی باب خیلی برای پدرکه و نمیفهمم تمام مغازه‌های مختلف در اینجا ساخته شدن برای مردم برای جشن سالی نوی میلادی. خب میریم طرفی، هنوزم به ارچه نرسیدیم، طرف ارچه میریم، بعد با دیگه طرف ها میریم. با ما باشید دوستان عزیز. دوستان عزیز، اینم از مرکزی گفتی که با جشن ارچه سالی نوی و این خیلی آراد داده شد و تمام مردم اینجا سلفی میگیرن و نوار میگیرن دیگه میگیرن. ما هم یک بار ما بینش بسیاریم سیبو دیگه میریم طرفی دیگه شهر. پاکدون دوست کن. میریم طرفی دیگه، طرفی این جشن باره. ما دوستان آمدیم دیگه برای کودکا از اینجا خریدیم کانکی و نصیب باشه میرون اینجا گفتی گپا که میدان چی میگن یخیده، گفتی گپا که بازی میکنن در بالای یخ. ببینیم یا خیلی دوستان یخای صنعی هست. چی گفتی گپا ساختن از چیزای مخصوص به خاطر سالی نو و اینجا کودکا از 2.5 ساله بالا گفتی گپا که اجازه داره که بیان وای کنن بازی کنن، رقصی رو یخ کنن. اینا بیان دوستان عزیز، این هم میری شهری تولوز یعنی کپیتال شهرداری تولوز در همینجا گفتی گپا کار میکنه و نگفتن ما در داخل همین یک موزه خیلی خوب کلان دیگه هم هست که ما در چندین برنامه‌های قبلی اینجا اومده بودم اینجا نوار گفتادیم و این ببینید دوستان عزیز، این هم در صحن بیرونی همین شهرداری ساخته شده است و این آدم‌ها رو ببینید خیلی زیاد هم از نفر خیلی آدم زیاد اومده است امروز. ماهی یعنی مرا این چی ادامه می‌آورد. این گفتی که فوق فستیوال میگیم چی میگیم یا نمایشگاه. یا دوستان و داخلشان نگفتن همونا دوستان داخلشان با رقص روی یخ توی میدان یخ 5 یورو های هر یک کودک. نه کودکای ما رفتن. کو هم دوستان میدانچه یخی برای کودکا و نورسان و نوجوانان. اینجا همه میتونن بیاد گفتی گپا اشتراک کنن، نامو بسه به سین سال کسی میتونه مثلا جرعه داره اصلا میتونه که بیا لایک کنه. سرای کلون هم هست، بچه های کلون هم هست. ما خلاص گفت که باید گرم مصطفی قلدی دی خب دخل کلونی ما رفته شده باشه. اینا خیلی دنیای کتاکی دنیای عجیبه. آسینا جان تو نمیره بکنی؟ ها؟ ای مادمازیل
اگر دوستان عزیز در اینجا مغازه های هر گونه توفه ها فروخته میشن. این هم اون که چیز جالب در اینجا بوده است. نخچیر و بابای برفی و نمیفهم چیزایی دیدنی باب دیجا بوده استن. این هم در یک گوشه همین نمایشگاه ساخته شده. ببینید خیلی زیبا و دیدنی. و گفتن همانا دوستان عزیز که از جاهای گرمتری فرانسه تولوز های و آن خاطر همه چیز اینجا صنعی های. نه برف میباره نه یکان دیگه. گاه بارون میباره و اگر بارون هم باره بارون سخت. این بینید سن یا همه صنعی های که هم بخاطری مردم ساخته شده. مردم جمعیان سلفی و صورت نمیفهمم ویدیو میگیرن مثل ماواره. این طرف جای عکسگیری دیگه. و بینید دوستان عزیز چگونه ساخته شده اینجا. همه به خاطر مردم خیلی جالب.